روزی هواپیمایی به مقصد تهران در حال پرواز بود و غلام تک‌تخ یکی از مسافرین بود. همه چی خوب بود تا اینکه فرد تریدری که در این اینستاگرام هم معروف بود با صدای بلند به غلام تک‌تخ اشاره کرد و گفت معلوم نیست این مردک چند گوسفند فروخته تا بتواند سوار هواپیما بشه. غلام به لب کونش برخورد و به تریدر گفت تریدری بی ناموس داری منو مسخره میکنی کسکیش. آنها با هم درگیر شدند و در اثر این درگیری شیشه هواپیما شکست. هواپیما در حال سقوط بود و خلبان گفت باید بار هواپیما را کم کنیم. آنها وسایل خود را بیرون انداختند اما جواب نداد. خلبان گفت یکی از مسافرین اضافه است. باید یک نفر را به بیرون بیاندازیم. همه غلام را پیشنهاد دادند. آنها داشتن غلام را به بیرون میانداختند که غلام دست پسر بچه‌ای رو گرفت و گفت اگر مجموع تخم‌های من و این پسر بچه رو گفتید من میپرم. آنها همه گفتند معلوم است 4 تا. غلام شلوار خود را کشید پایین و نشون داد که 1 تخم دارد. سپس شلوار پسر را کشید پایین که در عین ناباوری او 3 تخم داشت. مسافرین غلام را انداختند پایین و غلام خارج کاهیده شد.